سلام بچه‌ها، مجد هستم، نقاش خیابونی. مطمئنا کارامو تو بابل دیدین، مخصوصا زیر منبعی که پشت سرمه و لیبل من لیبل 011 که بچه‌ها توش موزیک و گرافیتی کار میکنن. بچه‌های دنسر و همینطور بچه‌های بیت باکسر هم هستن دورمون، بچه‌هایی که هیپ هاپی ان تو بابل مطمئنا ما رو میشناسن و ما میخوایم یه سری برنامه برای تخصصی برای گرافیتی کار کنیم و هم آموزش داریم توش، هم معرفی یه سری مکانایی که توش گرافیتی شده، چون گرافیتی یه هنر میروه، یعنی تایم زیادی نمیمونه معمولا رو دیوار، مگه اینکه مثلا جاهای خاصی زده باشن یا نه مردم اوکی باشن و ببینن. مثلا بعضی از کارام شده 7-8 سال بمونه، ولی اکثرا کارام زود پاک میشه. دوست دارم اینا رو ثبت و ضبط کنم و بهتون نشون بدم. یه سری از کارام هم تو این کلیپ میبینین که میریم زیر منبع فیلم برداریشو میکنیم. البته بعضی جاهاشو خط خطی کردم مردم، چون به مرور زمان بعضیا اذیت میکنن دیگه، میدونین خیابونه دیگه. بچه‌ها یه 7-8 سالی فکر کنم بشه که من مشغول به فعالیتم و شروع کارم من با خواهر و داداشم شروع کردم که هنوزم با هم فعالیت میکنیم و رو دیوار کار میزنیم. حالا داداشم بیشتر رو بوم و خواهرم بیشتر رو سفال طراحی میکنه. آرم گروهمونم منبع آبه. چیزی که انتخاب کردم، منبع آبو سال 1333 توسط آلمانیا ساختن. بریم که با هم طراحی زیر منبع آبو یه مروری بکنیم. یه 7-8 سالیه که اینجا پاتوق ماست. بچه همونطور که میبینین کد الان بابل و کل مازندران 011، ولی خب شما یه خوری کلاسیک بازین و الهامی که گرفتم از بچه‌های قدیم 011، ما هم بهرام خان و اشکان کول و اون رفیقمون یادمون رفت اسمش، ولی خب این زیر تگ میشن اینستاشون. اینا کار رو شروع کردن و بفهم کار شروع کردن و یه جورایی الهام بخش من بودن برای تشکیل این گروه. بچه‌ها این لوگوی منه که معمولا با شابلون آخر کارا میزنم، یعنی استنسیل. واژه گرافیتیش استنسیله، واژه جهانیش، و اینم یه دونه از نمونه کارامونه که من و خواهر و داداشم با هم زدیم. بچه‌ها در حضور خواهر و داداشم هستیم، مری و کیان. سلام بچه‌ها. سلام کیان. سلام. ما با هم گرافیتی شروع کردیم و اینم یکی از نمونه کارامونه که پشت سر یه سری کارامون هم زیر منبع آبه که حالا با هم میبینیم. البته تا هوا تاریک نشده. بچه‌ها یکی از جاهایی که گرافیتی کارا خودشون رو میتونن بشناسونن به مردم شهر، زدن استیکر رو در دیوار شهر، مثل همونی که الان رو تابلو دیدین. یه سری کارهای دیگه هم هست که میبینیم. این یکی از کارهای خواهر داداشمه. کیان یه خورده از دوربین فراریه، بگیرین اینو حتما بندازیم تو کار اینو. و یکی از کارهای اجرا با رنگ اکریلیکشونه و اسپری هم کار کردیم فکر کنم، نه تو کار؟ آره اکریلیک بود و اسپری. مال چه سالیه؟ نه 7-8 سال میشه. آره 7-8 سال 95 نه؟ آره 7-8 سال میشه. این هم یکی از کارهایی که تاریخ ننوشتیم. به اصطلاح به این کارهایی کار کاراکتر، یعنی کشیدن کاراکتر میگن، کاراکتر گرافیتی. و چه اکوی میشه تو من با صدا. و اسم این کاراکتر شاگرد مادر الهه هندوها. حالا یه سری کارهای دیگه هم که خودم اجرا کردم هم اینجا هستش. بیاین بچه‌ها. البته اینا هم هست که خیلی قدیمیه. ما قبلا یه تیمی داشتیم، امیر نزدیکتر بشی، یه تیمی داشتیم به اسم دنجر. البته الان کردیم 011 چون بیشتر اینطوری ما رو میشناسن، که قبلا طراحی میکردن. خواهرم پشت اگه دقت کنی نوشته دنجر، اون گربه
کاراکتر و فونت معمولا چیز محبوب بین گرافیتی کاراست، ترکیبش خیلی قشنگه. بریم بقیه کارا رو ببینیم. از قدیم کلا با کارا بعضی وقتا بچه‌ها حالا مثلا یا بدخواه بودن یا هر کی مشکل داشتن، بعضی می اومدن فوش می‌ریختن یا هر چی. ممکنه مثلا رنگ می‌ریختن، اصلا مردم عادی یهو شاید مریض بازی در بیان و رنگ بریزن. این اولین کاریه که بچه‌ها البته فکر کنم اولی این بود، نه؟ اولی من زدم. اولین گرافیتی؟ آره ببین تو تصویر. اولی کار 21 سالگی فکر کنم، یه 7 8 سالی میگذره ازش. آره و اینو مجد به صورت طرح بتمن طراحی کردم. البته یه اسمایلی بود که امیر رودس برام فرستاده بود، اسمایل خنده، اسمایلش شبیه چیز جوکر بود. حالا من اینطوری طراحی کردم. دومین گرافیتی اینجا هم که کار بچه‌هاست. بیاین توضیح بدین راجع به کار. اینم میشه اولین گرافیتی ما. اینم یکی از کارهای اول خواهر داداشمه که اون کیان رفته واسه پشت دوربین. بیا اینجا. خجالتی خورده. آرت استریت. نه آرت خالی بود. آرت خالی بود. آره آرت خالی بود که الان البته با اون رنگی که ریختن وسطش تبدیل به زارت شد، چون دیگه ایران دیگه خورده داشکال اینجوری داریم همچین مشکلاتی. بیاین بقیه کارا رو بهتون نشون بدم. البته به غیر از خودمونم بچهای دیگه هم می اومدن کار بزنن. بچه بومبینگ یکی دیگه از سبکای گرافیتیه که معمولا کرکسیف کاری میکنن رو بنای هر جایی، حالا ممکنه اونجا تاریخی باشه یا یه جای مهم سیاسی باشه. البته منبعا و عزیز که خیلی دوستش دارم. بیاین بقیه کارا رو ببینیم. بیاین اینجا حالا افراد دیگه می اومدن همینطوری سال به سال میزدن. البته این کار خودمه. بیاین جلو. 011 اون اوایل که هنوز برند و چیز نکرده بودم، اسپرر رو می‌بینید تو تصویر دارینش که و اینم که اینو یادم میاد یه بار همینجوری با یه گرافیکار آمولی اسمش یادم رفت، ولی حتما سر ولاگای بعدی معرفیشون میکنم. بیاین بقیه کارا رو ببینیم. متاسفانه اینجا هم یه خورده خرابکاری شده، ولی این یه طرح سه‌بعدی بود. بچه‌ها حتما این قسمت رو شطرنجی کنین. این قسمت هم خودم کار کردم. من معمولا طرح‌های ترکیبی خط و نقاشی رو خیلی ترجیح میدم. کار پوتک هم هستش جلوتر، الان بهتون نشون میدم. بیاین ببینید. ببین اینم کار یکی از شاگردامه. قبلا فکر کنم 2000 چند بود، معمولا تاریخ 2018 طراحی کردم. و اینم که اینو یادم نمیره. این بابستنجی کوچولو میفته تو تصویر، نور داریم. این بابستنجی کوچولو رو یکی از همسایه‌های همین منبع یه بچه کوچیکه، اون روز اومدم اینجا داشتم این طرح رو می‌زدم، این طرحی که این بغله. اینم آخرین کارمه رو منبع که کار گرافیتی پوتک بود. اونم البته تصویر اگه برین بچه‌ها برین کنار ببینن. اینم یکی از کارهای قدیمی اسکلت که نیمه کارا بود، نه؟ نیمه کارش گذاشتین؟ نیمه کارش گذاشتین؟ همین مدلش هم. بیخیال شدیم. چون من فکر کنم بیخیال شدین. هرچی من چه میدونم، فکر کنم بیخیال شدین. دستاشو نکشیدین. پس مدلش این بود. این گرافیتی هم واسه چالشی که پوتک گذاشته بود کشیدم که مورد استقبال قرار گرفت و خدا رو شکر کلی انرژی خوب اومد سمتم. بچه‌ها بعضی وقتا آموزش تو خیابونم میذارم که نمونهش یکی از این کارا که امیر تصویر رو بگیره، تصویرگویی همه چیزه و بعضی وقتا با بچه‌ها کار میکنیم، هم یعنی تئوریشو کار میکنم با بچه‌ها گرافیتی، همین که تو خیابون باشون کار میکنم یا هر فضایی که اوکی بود هم تو گالری میتونم انجام بدم رو تابلو بچه‌ها کارا رو، هم بیرون تو این فضایی میتونیم با هم دیگه تمرین کنیم. بچه‌ها این ولاگ اول گرافیتیمون بود و بیشتر از ما کار میبینین، هم سبک کیان که امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم یه خود تلفظش سخته، منظورم طراحی که شبیه طراحی ون گوگه و همینطور تصویرسازی که کارهای مری رو سفال و روی بوم انجام میده.
آموزش‌های گرافیتی خودم هم هست که سبک‌های مختلف کار می‌کنم با همین کالیگرافی. حالا تو ولاگ‌های بعدی خوشحال میشم ببینیممون و لذت ببرید. اسمش هم حتما میذاریم لذت گرافیتی باحال میشه. خب بری حرفی داری؟ نه کیاندرون بچه خدافظ.